سلام هموطن، به سراغ تو آمدم، چون بلبل پریده به باغ تو آمدم. پیغام من شنو ز وطن، ای عزیز دل، پیوند جان و تن، به سراغ تو آمدم. عزیزان، منظور از تشریف ما در این موضع بسیارم سبز پوش و سبزگونه و زیارت یکی از فرهنگستانی، یکی از سرایندگانی که یک زمان بسیار در منطقه درواز طرفدار داشت، صدایش شنیدنی بود، و دنبال همو آمدن است. ما امروز آمدیم تا از حیاتی و از روزگاری و به چی کار و بار مشغول بودن او را ببینیم از نزدیک و به پیشنهاد شما گردانیم. به خاطر میارم سالهای 1991 92 زمانی که ما هم کودک بودیم در درواز، همون مردمی که امروز برای پیشرفت صنعتی درواز آهنگ ها می سازند، سرودهای جدید تهیه میکنند، یک انسامبل ساختند، یک انسامبل با نام سپیاما، و در این انسامبل 4 تا سالیست سرایندگی میکرد و جز نوازندگان. اینها کی بودند؟ بهزاد اسکندری بود، انا خدا بیامرزد امردین بود، وزیروف، همچنین انا بود در اونجا منورشاه صدیروف که گروه را رهبری میکرد، و همچنین کریم جان صدام بود و خاطرم فراموش ندهد نظری هلال. خیر، برای بنده معین است و برای شما هم شاید آگاه هستید که بهزاد در درواز است، کریم جان صدام هم در درواز است، استاد منورشاه در شهر دوشنبه اقامت دارد، و همزمان بقیه دیگر خیر خدا بیامرزد استاد امردین وزیروف از دنیا گذشتند. و در این بین شاید شما هم ندانید و برای بنده با تازگی آگاه شدم که نظری هلال کجا شد. بعد از آنی که از سپه هم رفت و اینقدر طرفدار داشت، در توی و معرکه های مردم میرفت و یک باره بگیم ندیدیم دیگر نظری هلال را. و چون آگاه شدیم که وی در شهر سنت پترزبورگ است، در یک بیرون از کنار شهر کار و زندگی دارد، و خواستیم انا با همین سالیست یک زمان مشهوری انسامبل سپیاما از نزدیک شناس شویم و ببینیم چی روزگاری دارد. و خوشبختانه با صدای تلفن ما جواب داد و گفت که من همیشه خواستگاری صحبت با شما هستم، یعنی برنامه جدیدی سلام هموطن که از جانب ما تهیه می شود و برای بینندگان شبکه‌های اجتماعی منظور می گردد و شما هم در جریان باشید. ما می رویم به کار و باری استاد نظری هلال، شناس می شویم از نزدیک و می بینیم که آیا در این قدر سالهای به قبل سقوط چرا نظری هلال خودش را به صحنه روی صحنه نآورد، نه سرایید، نه نواخت. مقصد چی بود و چرا اینقدر خاموشی را اختیار کرده است؟ از این رو من شما رو دعوت میکنم ما رو همراهی کنید و آگاه خواهید شد که نظری هلال کیست و در کجاست. می رویم. السلام علیکم. و علیکم السلام. ممکن؟ شما اخیر پیداتون کردیم در موبایل این قدر درختای شما بسیار یک جای خوب اختیار کردید برای زندگی. تو باور دارم که هم برای ایجاد هم برای مثلا انمون نوازندگی شما این مساعدت میکنه. خیلی بله، بسیار جای خوب روسیگرد مدخول ایجاد شد، جای فورا و جای بلبلا و برای ایجاد بسیار فورا خوب است. جای مقصد که
آرام آرام است. اما بیرون از شهر آرام است. بیرون از شهر. است. اما خیلی شدیم که شما رو بعد این قدر سالهای انا بگیم به قول دوری از وطن شما رو پیدا کردیم بعد این قدر سالها. ما خیلی خرسند هستیم از این. تشکر. زنده باشید. خوش آمدید. سلامت باشید. دوستان عزیز بار دیگر خوش آمدید به برنامه سلام هموطن و ما خیلی شاد هستیم که امروز با دیدار یکی از دوستا یکی از سراینده ها نوازنده های خیلی هم خوبی درواز نازنین استاد نظری هلال با ما مشرف شدیم و استاد نظری قبلا هم یادآور شدیم در آغاز برنامه که یک زمان سالیستی گروه سپیما بودند و خیلی هم جوان هم بودن همون زمان. استاد شما همون زمان شما چند ساله بودید؟ راست دیگه بار دیگر خوش آمده. اما وقتای سپیما من بعد صنف دهم دوم کورس بودم، یعنی که همی 18 ساله بودم. خیلی جوان مینمودید و با یک شوق همین اکاردیون در دست میگرفتید. راست دیگه ما هوس میخوردیم که باشد که همین ما هم زمان اکاردیون را با مثل نظر هلال بتوانیم یعنی بنوازیم. و چگونه راهی افتید به انسامبل سپیما؟ راست دیگه وقتی که دوره دانشجویی بعد تحصیل تابستانه آمدم درواز، انسامبل سپیما وجود داشت لکه و استاد منورشاه صدیروف منم دعوت کردن که خواهش داری که خطی ما برامد کنی در می انسامبل. ما گفتم که با جان و دل همه استادا خطی ما بودن. استاد خدا رحمتی امردین وزیروف، استاد کریم جان میزانوف، بهزاد سخمایف و استاد منورشاه. بعد خطی شما همراه شیم خیلی وقتای خوب خوش بودن. راستیگه برای تا حاضر در خاطره ما موندن همون روز. همون وقتی برآمد میکردید در خاطر من نیست و شما کدام سرود رو میخوندید لیکن بسیار نوازشتون شیرین بود. کدام سرود بود؟ راستیگه یک سرود با نام ای بلبل شوریده بود. منم دو سرودم همگی در یاد نه. بعد دیم سرودم همیش سرود بی بی افغان همون وقت در گویا که نو برآمده بود همین هم میخوندم. شما آماده هستید که همون سرود اولین رو برای ما و برای بیننده ما منظور کنید با اکاردیون؟ یک تا دیگه هم در همین حالت به یادم اومد، وای بلبل درواز سیم سرودم ایش هم در یادم اومد. یعنی که شما همون زمان در وصف بلبلای درواز می سرایدید و امروز خود یک بلبل هستید در این فضای مجازی درواز. خدا که همتری باشیم در دل مردم انشالله کم کم جا داشتیم. اون وقتم حاضرم خیلی هستیم انشالله تا چند دستمون میاد مهنت میکنیم برای همین میفرام و مردم هم وقتشون خوش کنیم. بهترین. خب بیننده عزیز الان ما میخوایم از استاد نظری هلال همون ترانه ای که به قول در بین مردم او رو شناس کرد برای ما و شما اجرا کند. مرحبا، این اکاردیون در اختیار شما است و ما هم با همراهی بیننده ها منتظر. کجا می روی تبی خوش آواز کجا می روی بلبلی درواز کجا می روی تبی خوش آواز کجا می روی تبی خوش آواز کجا می روی بلبلی درواز کجا می روی ای گلی کرناز کجا می روی
خرد رام کنم خود ما با تو بی وفا چی بدنام کنم خود ما با تو بی وفا چی بدنام کنم تو کفیرمی دهی با هر سری سن من داندی هم تو را و خود را کنم من داندی هم تو را و خود را کنم کبی خوش آواز کجا می روی کبی خوش آواز کجا می روی بلبلی درواز کجا می روی کبی خوش آواز کجا می روی کبی خوش آواز کجا می روی بلبلی درواز کجا می روی ای گلی پرناز کجا می روی براستی خیلی هم شعری مزدار شعری خوب خوندید و ما رو به خاطره ها برگردانیدید. واقعا هم این ترانه رو ما بسیار میشنیدیم از استاد شادروان امرالدین وزیرов و ما گمان نمی‌کردیم که این ترانه مربوط شما هست و از این ما خیلی شاد هستیم. خب استاد، پس این قدر سالها کجا بودید که ما مثلا شما رو قریب از خاطر برآوردیم، سیمای شما رو، ولی صدایتان هنوزم در گوش ما بود؟ سلامت باشی. راست دیگه بعدی امو دانشجویی در شهرم خیلی موندیم دیگه. خیلی در شهر توی معرکه ها در با وقتی همی همشهری خود مخطی دروازه و کی در خدمت فقط در توی دروازه ها میرفتی یا؟ خیلی در اما بیشتر راست دیگه در دروازه ها خیلی همونایی که میشناختن تمی خیلی؟ روز بسیار خیلی میشناسن مردم در معرکه ها بسیار میرفتیم. خیلی بعد خیلی کازو میبینه دیگه روسیه بعضی وقت میریم میویم. بعضی وقتا بود میشد که سالاش خطی در روسیه وقت مو میگذشت و انا مهاجرت شما گفتین شما را از صحنه دور کرد؟ اکه من خیلی فکر نمیکنم که مهاجرت من از صحنه دور کرده باشه، برای که همون ذوق در دل که باشه در همی جمروز گپ هم هیچ کس هم خطی نباشه. نه من صحنه را در نظر صنعت نه صنعت در رگ و در خون شما هست، یعنی صحنه نمیبرید، شعر منظور نمیکنید به مخلصاتون. های ممکن همی باشد، های بی خودم هم ممکن باشد که مثال سخت نخپیدم همی دوام میکنه، نه که در ایجا هم در روسیه هم در معرکه و چی جای بغلطه مثال برآمد میکنیم. شوق هست آوازی. به خاطره ها برمیگردیم یا از خاطره ها قصه کنیم. انا یک شعر داشتید بی افغان و یک زمان بعضی از دختران جوان را چنان مفتون کرده بود که بسیار عاشق شما بودن. چرا یوسف نگاه نمیکرد، نظری به او توجه نمیکرد؟ راست میگوید بدنم خیلی روزا وقتی که در امود انسامبل سپیم برآمد میکردیم دیگه هر قشلاقی که یک کنسرت میدویم مخلصا پیدا میشین میکفتن. راست دیگه یعنی چی در پس سراغ کردن. راست گفت مال جوان بودیم وقتی بالشکو پر بدن اهمیت نمیدادیم این خیلی کار. یعنی به قولی که شما همچون اونا رو مخلص قبول میکردید؟ رنگ مخلص رو میفهمیدیم که خیلی حقیقتا اونا ممکن ما را همون یک صدای ما را ممکن، لیکن ما خواستیم که همین چیزا بپرسیم که این چرا توجه نمیکرد به همون دوستداری شما. پس ما انکه فهمیدیم که شما رو همچون مخلص احترام میکرده است و این گونه مخلصاش بسیار بود است. ما بیشتر در وقت تنها میمونید، مثلا در موبایل این درختای همیشه سکوت، چی ترانه رو میخونید؟ راست دیگه ترانه تا که همون مرحم قلب شود، تنهایی را حس نکنید. چیزی در همه یکی جایش میشوه از استاد مرحوم احمد ظاهر میخونم، جایش میه چیزی بعضی چیزا خودم هم دارم، یکو موسیقی ها ای خودم هم کم کم مشق میکنم.
سرودای افغانی را هم نغز میبینیم بعضیش که مقبول است میخونم. استاد عبدالله نظری هم میخونم. بیشتر نظردین مطلوب استاد بزرگ ایون کسان بسیار شعراشان میخونم روزگر. زمزمه میکنم بخونم. ما میدونیم شما با تابیش هلالی همتبار هستید، خیش هستید، عمک بچه هستید. چرا با تابیش همکاری نمیکنید یا از تابیش خواهش نمیکنید یک آهنگ برای شما بسازد؟ یا تابیش چی نظر داره نسبت هنر شما؟ راست دیگه تابیش خیلی اکای بچه عمک اکای کلانی مونگو هم استاد تابیش هم راست دیگه من از گفتگی هایم خیلی بیا دوره یک طرفخانه در کار میکرد بیا خطی کار کنیم نیست وای کنیم امروی ما هم راست دیگه در خفای نمیرسی و در خفای زندگیش دیم اگر نه بدنم خیلی پیشنهادا بدن. نظر هلال و تابش هلال اینا از یک دودمان از دهه سنگین دروازن و با مرور وقت زمان مکان زیست تغییر دادن. یعنی نظر هلال در درواز ماند و تابش هلال در وادی وحش. و چنانه که آگاه هستید تابش هلال با یک ترانه سوگند وطنداری در بین خاص عام ملت تاجیک شناخته شد. و نظر هلال چیه؟ نظر هلال دنبال مهاجرت و دنبال زندگی. و ما که شناخت داشتیم با استاد نظر هلال و ما هم خواستیم در برنامه سلام هموطن یکی از قهرمانهای ما باشد و شاید گفتنی ها دارد و که تا امروز نگفته و یا رو تازه کسی نشونیده و یا آهنگ ساخته است که میخواهد او را منظوری ما و شما بگردونه. خوب استاد، فرصتی اون رسیده است که باز یک آهنگ برای ما بسرایی. ما تشنه آهنگی توی مالش با جان و دل. از فرصتی احوالم
تمامی روز مینالم در این شامی غریبانم غریبان را کی میپرسد در این شامی غریبانم در این شامی غریبانم تمامی شهر و بپروا تمامی ملک و بگانم تمامی ملک و بگانم تمامی شهر و بپروا تمامی ملک و بگانم تمامی ملک و بگانم. تشکر بنهاد. یک شعر واقعا هم در خور امروزی حیات استاد نظری هلال قصه کرد. شعر به قلم استاد بهروز ذبیح‌الله تعلق دارد و این شعر رو یک چند سال قبل استاد ایجاد کرده بودند و یک چند سراینده هم سرودند. و شما در اینجا هستید، بیشتر کی شما رو سراغ میکند؟ کی به عیادت شما میآید؟ راستی گپ شکر خدا یار دوستا بسیارند میانند. بچهای درواز بچهای ونج هم میآیند، بچهای یزدگلام بسیار یار دوست خدا را شکر هستند میاد. ممکن برای خودم نه برای همین موسیقی و سرود گوش کنی میآیند. یعنی که اونا هم به قول به مثل همون زلیخا هستند. اومده خبر هم مفلس‌ها هستند در همینجا. شکر خدا. زنده باشین، زنده باشین. و بیشتر از شما تقاضای کدام سرودها رو میکنن؟ مثلا میآیند میگن که شما سرودی مست بخونید و یا غزل بخونید، زیرا ما میخوایم بفهمیم که اون حوزه‌ای که در پیش شما هستن اما جمع مخلصاتون کی ها هستند؟ مثلا در که چی سرودها برای اونها مقبول تر است؟ بچهای درواز مثال که بیاین پیشم میگن سرودخه که معلومه است سرودای دروازی، آهنگ دروازی، سرودای دروازی. بچهای یزدگلام راستی که بچهای ونج میان اونا بیشتر مخلصی شادروان احمد ظاهرند، میگن شعرهای احمد ظاهری میخونن. راستی که برای اونا خیلی خیلی با میشوند بزمای کوهستانیشونی میکنم چند میتونم، اما به همه اکردیان خودم خیلی از دلاشون روشن میکنم. بهترین. تشکر بر شما که قلب ها رو روشنی میاندازید. و شما میتوانید بگویید که و مثلا همین خیلی پیشنهاد شود اگر که بیایید برای این مهاجران که در شهر سنت پترزبورگ هستند شاید برنامه کنسرتی خرد بگذارید با صدای زنده. شما آموده چرا نه؟ 100% ما انشالله چیزی از دستم میاد برای مهاجران، برای هموطنا همه وقت یارم. اگه برای مهاجران با کنسرت مثال باشه هیچ وقت انشالله که ما پول نمیپرسیم، چیزی از دست ما بیا خدمت میکنیم برای هموطنا. تشکر با شما که برای شاد کردن قلب هموطنا در اینجا یعنی که آماده هستید که حتی رایگان رفته قلب اونها را شاد کنید. این از همون نیک تینتی و نیک سرشتی شما آگاهی میدهد، درک میدهد. و چی چیز رو شما منتظر بودید که ما از شما نپرسیدیم؟ راستی گپ چیزی که منتظر بودم به فکرم سوالا را داده. با یگان سرودی گپ خونه برای مخلصا، برای بیننده های ما برنامه سلام هموطن شما چی گفتنی هستید؟ میگم هموطنا در جای باشند، در چی در بیرون از وطن چی در وطن، هم خداوند همه هموطنان نگهدار باشد، دائم چه خرسند باشند همه هموطنا. خداوند ملک ما دائم تنجی امانی باشه. الهی آمین. خداوند فقط یک شیو خرسندی بتیه، دائم ما همه خرسند باشیم. ما هم چیزی دست میاد برای خشکنی مردم در خدمت باشیم تا
چیزی عدس مومیت تا آخر خطی زنده مردم باشید. زنده باشید. تشکر. و باز میشنویم یک ترانه دیگر از نظری هلال. مرحمت. واقعا هم ترانه که شما الان منظوری ما کردید، یعنی به گفتگو با کلبه ما آشنا بیا، و این ترانه دوستان شما را، پیوندان شما را، مخلصان شما را وادار میکند که تیز به سراغ شما بیاین و انم قلب غریبانه شما را با دیدار خویش یعنی شاد بگرداند. دوستان عزیز، بینندگان برنامه سلام هموطن، ما در اینجا اکتفا میکنیم، نقطه میگذاریم به برنامه امروزه و مطمئن هستم که باز به تازگی یک برنامه دیگری را با اشتراک استاد نظری هلال منظور شما خواهیم کرد و سوال هایی که خیلی زیاد بودن و شاید ما ندادیم به نظری هلال، البته از مخلصان پرسان میشویم و با اون با سوال های خیش پاسخ میگیریم. و شما طبع خوش، زندگی آرام، انا پیش از همه سلامتی براتون میخواهم و بگذار در آینده صدای شما در گوش هر هموطن با همون جذابیت نوازشی که دارید برسد. خدا حافظ نگهدارتون. شما دیبوریگه نور دیده تاج سر خداوند در که جای باشه، خداوند یار و مددگاری هم باشه.